بابا برق بری چی قطع شدن؟ اون وقت برق قطع شدن بود واقعا. ما چیکار کنم واقعا؟ اتفاقات برق بفرمایید. سلام آقا، اداره برق درست گرفتم؟ بله خانم درسته بفرمایید. خدا رو شکر یک بار ما درست گرفتم. آقا برق ما رو برای چی قطع کردین؟ کدوم منطقه هستیم؟ همین منطقه بالا شهر دیگه، از بولوار سجاد که ماشین سوار شی 3 کورس میرسی خانه ما. آها اونجا 2-3 ساعت فکر میکنم راحت برقتون قطع باشه خانم. 2-3 ساعت؟ بله. آقا من مهمون دارم، داره خواستگار میاد بعد سالی، یه عالمه کار دارم، میخوام جارو بزنم، حموم برم. این چه وضعش الان؟ یعنی شما الان مجردی؟ چند سالتونه؟ مجردم، از خانم‌ها که نمیپرسن چند سالشونه. والا جهازتون کامله خانم؟ بله جهیزیم کامله، همه برنده، به روز بهترین مارکو گرفتم. یه خونه هم دارم سند 6 دورین به نام خودمه، 85 متر. 85 متر خالص؟ بله خالص. خالص. اصلا نگاه خانم دقت بفرمایید، امشب که برقتون نمیاد خیالتون راحت باشه، زنگ بزنید به اون خواستگارتون بگین کنسله، ولی فردا شب بهتون قول میدم 24 ساعت برق داشته باشید و از همه مهمتر این که خودم میام خواستگاریتون. واقعا؟ آره خیالتون راحت بشه. ولی به من فقط بگید شماره تلفنتون همینی که افتاده الان؟ بله یادداشت کنین، فراموش نکنین ها. سیو شده، خیالتون راحت بشه. من زنگ میزنم، آدرس دقیق میگیرم، با خانواده میام خدمتتون. باشه خداحافظ، با اجازهتون. الهی که برقشون همیشه قطع باشه، اون به موقع. خدا شکرت. خدایا شکرت، همه رو برق میگیره، ما رو خود اداره برق میره برق میاد، برق میره، آه به و به مسئولین دلسوز